بیمارمون سعدی تو موکب داشتن آشپزی میکردن، چیز سنگین بلند کرده و متاسفانه این شبکیهشون هم از قبل نازک بوده و یکم شبکیه کلا چشمش شمارش بالا بوده و تنبلی داشته، ولی خب با این فشاری که بهش اومده شبکیه پاره شده، خونریزی کرده. میریم شبکیهشون رو عمل میکنیم، خارگیش زیاده، سیلیکون میخوره. بعد از عمل حتما باید رعایت کنن رو شکم بخوابن. یه عمل خوب و یه رعایت خوب انشاءالله دیدشون برمیاد. خب اکثر مریضایی که شبکیهشون پاره میشه اگر آب مروارید هم داشته باشن همزمان باهاش عمل میکنیم، این کمک میکنه که شبکیه نتیجه بهتری بگیره. حتی تو بعضی از موردها اگه آب مروارید هم نباشه گاهی وقتا صلاح بدونیم دیگه عدسی چشمو برمیداریم. وقتی شبکیه پاره میشه اولویتمون با شبکیه است. بعضی وقتا این عدسیه خودش مزاحم اینه که عمل خوبی برای شبکیه انجام بشه. تو اکثر موارد حالا مخصوصا دیگه اگه آب مروارید داشته باشن همزمان براشون عمل هم میکنیم، آب مروارید و براشون لنز میذاریم. نه آب مروارید داشته اون چشمش هم این مقدار داره. آره الان همین چشم شبکیه پاره شده رو براشون انجام